مصر باستان را می توان مانند یک سیاهچاله بی سر و ته دانست. آنقدر عجایب آن زیاد است که هر کشف جدید از آن ما را به دریچه‌ای از کشفیات جدید میبرد و میبینیم هیچ چیز نمیدانیم. مصر سرزمینی با تمدن باستانی و شگفتی‌های بسیار زیاد است که در قلب دنیای عرب و خاورمیانه قرار گرفته است. این کشور که فرهنگ و تمدن دنیا نام دارد همواره به واسطه اهرام خود شناخته شده است. اهرامی که دنیایی اسرارآمیز و با شکوه را در مقابل دیدگان بیننده به نمایش می‌گذارد. اگر بخواهیم در مورد دین مردم مصر صحبت کنیم، باید بگویم آنان اعتقاد داشتند که آغاز آفرینش از آسمان شروع شده و آسمان و رود نیل پیوسته بزرگترین رب النوع به شمار می رفت. ماه یکی از خدایان و شاید کهنه‌ترین خدایی بود که در مصر مورد پرستش بود، ولی در مراسم دینی رسمی خورشید عنوان بزرگترین خدا را داشت. مصریان قدیم بز نر و گاو نر را به شکل خاصی تقدیس می‌کردند. آنها را رمز و نماینده نیروی جنسی خلاق می‌دانستند و در پایان کار خدایان رنگ آدمی پیدا کردند. اگر صحیح‌تر گفته شود، انسان‌ها به شکل خدایان درآمدند. این خدایان بشری مصری مانند خدایان یونانی چیزی جز مردان و زنان برجسته‌ای نبودند که اندام درشت پهلوانی داشتند، ولی همه آنها با استخوان و گوشت و خون آفریده شده بودند. گرسنه می شدند و خوراک می خوردند، تشنه می شدند و آب می نوشیدند، عشق می ورزیدند و زناشویی می کردند، دچار خشم و غضب می شدند و می کشتند و در آخر کار به سال خوردگی می رسیدند و از جهان می رفتند. در آن زمان رایج نبود که اعضای خانواده به ویژه خانواده‌های اشراف صبحانه را در کنار یکدیگر بخورند. بزرگ خانواده صبحانه را به تنهایی می‌خورد. خدمتکاران صبحانه او را بعد از حمام صبحگاهیش می‌آوردند، اما زنان صبحانه را حین آرایش صبحگاهی خود یا درست بعد از آن می‌خوردند. اعضای خانواده عصرها یا شبها دور یک میز جمع می‌شدند و شراب نقش مهمی در وعده‌های غذایی مصر باستان داشت. مصریان باستان از بالش‌هایی از جنس چوب یا سنگ برای بالاتر نگه داشتن سر از سطح زمین استفاده می‌کردند و همچنین از این بالش‌ها برای ثابت نگه داشتن سر اجساد نیز استفاده می‌کردند، چرا که مصریان معتقد بودند این کار باعث می‌شود شیاطین از این اجساد دور بمانند. مومیایی کردن مردگان از جمله کارهایی بوده که در مصر باستان بسیار شهرت داشته، اما از آن جایی که این عملیات پرهزینه و زمانبر بود، معمولاً افراد ثروتمند مصر مومیایی می شدند. بیشتر مردمان مصر پس از مرگ در چاله‌های ساده و کوچکی در صحراها رها می شدند. دلیل مومیایی کردن مردگان این بود که آنان معتقد بودند این مردگان فرصتی برای بازگشت به زندگی خواهند داشت. گربه‌ها در مصر باستان بسیار مهم بودند. مردمان آن دوره این حیوانات را مقدس می‌شمردند، به طوری که اگر گربه‌ای می‌مرد، صاحب آن برای او همانند یک عضو از خانواده‌اش عزاداری می‌کرد. این عزاداری معمولاً با تراشیدن ابروها همراه بود. یکی از چرخه‌های طبیعی در مصر طغیان رود نیل بود که تأثیر منفی در زندگی کشاورزان ایجاد کرده بود. این علت باعث شد با اندازه‌گیری دقیق، بالا آمدن سطح آب، میزان برداشت محصولات و طغیان‌های نیل
مصری‌ها دست به اختراع تقویمی بزنند که بتوانند از این فاجعه آگاه شوند. همچنین تقویم 365 روزه را مصری‌ها برای نخستین بار اختراع کردند. مصریان باستان 3 تقویم متفاوت داشتند: یک تقویم روزانه کشاورزی، یک تقویم نجومی و یک تقویم قمری. تقویم کشاورزی 365 روزه را از 3 فصل تشکیل می‌شد و هر فصل نیز 4 ماه داشت. تقویم نجومی هم بر مبنای مشاهده شباهنگ یا درخشانترین ستاره آسمان بود که هر سال در شروع فصل بارندگی ظاهر می‌شود. روحانیون هم یک تقویم قمری داشتند که به آنها زمان انجام اعمال مذهبی برای خدای ما یا خنسو را اعلام می‌کرد داشتند. در مصر هم مردان و هم زنان از نوعی آرایش چشم به نام کحل استفاده می‌کردند که از مواد خام کوبیده و ترکیب شده با روغن تهیه می‌شده. مصری‌ها در گذشته بر این باور بودند که این مواد قدرت شفابخش معجزه‌آسایی داشته و می‌توانستند بینایی ضعیف خود را بهبود بخشیده و مانع عفونت چشم شوند. بر اساس اسناد تاریخی زنان مصر باستان از حقوق و امتیازات بالاتری نسبت به سایر زنان در دنیای باستان بهره مند بودند. برای مثال آنها حق مالکیت اموال، انجام معاملات تجاری و درخواست طلاق را داشتند. زنان خانواده‌های ثروتمند حتی می توانستند پزشک و یا روحانی هم بشوند.